Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Ghazal et bienvenue dans ce nouvel épisode. سلام، من غزلم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. تو این جلسه قرار با هم دیگه سطح A1 از زبان فرانسه رو با کتاب تکس 1 آغاز کنیم. اولین ویدیومون لسون زیرو و درس 0 هستش. بریم سراغ کتاب. C'est parti. خب، numéro 1 les mots. مو یعنی کلمات. observe le magasin quel mot comprend vous. میگه که این مجله هایی که سمت چپ هستش رو نگاه کنید. چه کلماتی رو شما میفهمید؟ چه کلماتی براتون آشناه تو این مجله ها؟ numéro 2 connaissez-vous d'autres mots en français. آیا شما کلمه دیگه ای رو توی زبان فرانسه میشناسید؟ connaissez-vous d'autres mots en français. بخش دوم دو les nombres. nombre یعنی اعداد. écoutez et répétez les nombres de 1 à 20. گوش کنید و تکرار کنید اعداد رو از عدد 1 تا عدد 20. من اول وایسش رو برای شما پخش میکنم که این اعداد رو میخونه و بعد خودم یه دور دیگه براتون تکرار میکنم. Leçon 0. Activité 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. خب یه دور من برای شما میخونم. انش به صورت نزله، یعنی توی بینی تلفظ میشه. یک، دو، همون دو، تروا، سه، کتر، چهار، سنگ، پنج، سیس، شیش. میبینید با سیکس انگلیسی املاش مشابهه ولی سیس تلفظ میشه. ست پی وسطش خونده نمیشه. ست، هفت، ویت، هشت، نوف، نو، دیس، ده. دوباره مثل سیکس که آخرش ایکس داره سه تلفظ میشه. دیس. اونز، یازده، دوز، دوازده، تخز، سیزده، کتوغز، چهارده، کنز، پونزده، سز، شونزده، دیس ست، هیوده، یعنی در واقع 10 7. دیز ویت. اینجا یه نکته ای داره. توی 17 گفتیم دیس ست، توی 18 گفتیم دیز ویت. صدای ز شنیده میشه. دیز ویت. دیز نوف، 19. دوباره مثل 18 دیز نوف. و ون تی آخرش تلفظ نمیشه. خب 21 چطوره؟ 21 میشه 21. اون
ای که وسطش وجود داره به معنی و هستش، یعنی 20 و 1. 21 22 فقط 21 یه ا وسطش میگیره، یعنی و وسطش میگیره، ولی 22 23 24 به بعد دیگه ا وسطش نمیگیره. پس 21 22 23 و به همین شکل ادامه داره. 24 25 26 27 28 29 تا 30. عدد 30 میشه 30. حالا 31 مثل 21 دوباره یه ا وسطش داره، یعنی یک و وسطش داره. 31 فقط 31 اون ا رو میگیره مثل 21. از 32 به بعد اون ا یا همون و وسطش وجود نداره. پس 32 33 34 35 36 37 38 39 تا عدد 40 که میشه 40. 41 دوباره مثل 21 و 31 میشه 41. یعنی یه ا وسطش میگیره. اما 42 به بعد دوباره مثل 22 به بعد و 32 به بعد ا نمیگیره. پس میشه 42 43 44 45 46 47 48 49 تا عدد 50. 50 میشه 50. 51 میشه 51 مثل 21 31 و 41. 52 53 54 55 56 57 58 59 تا عدد 60 که میشه 60. دوباره 61 میشه 61 یعنی حرف ا رو وسطش میگیره. 61 62 63 64 65 66 67 68 و 69 تا عدد 70 که عدد 70 یه قانون داره. فرانسوی عدد 70 ندارن، پس میگن 60 به علاوه 10، پس میشه 70. پس 71 میشه 60 به علاوه 11 71. 72 میشه 60 به علاوه 12 72 و همینطور ادامه داره. 73 74 75 76 77 78 79 تا عدد 80. عدد 80 دوباره قانون داره، میشه 4 ضرب در 20 یعنی 80. عدد 80 ندارن فرانسوی ها، پس میگن 4 ضرب در 20 80. یه چیزی که ما متوجه شدیم این بود که از عدد 21 تا عدد 71 همشون وسطش کلمه ا می اومد، یعنی 21 31 41 51 61 71. اما از 81 به بعد دیگه اون ا نمیاد، پس میشه 81 یعنی 81 81 82 82. پس 80 که میشه 4 ضرب در 20 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 تا عدد 90 که عدد 90 هم دوباره قانون داره، میشه 4 ضرب در 20 به علاوه 10، پس میشه 90. عدد 91 میشه 4 ضرب در 20 به علاوه 11،
عدد 92 4 ضرب در 20 به علاوه 12. پس میخونیم 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 تا عدد 100 که میشه 100. 100 تی آخرش تلفظ نمیشه. 100. 101, 101 و همینطور ادامه داره. 102, 102, 103. عدد 200 میشه 200, 200. عدد 300, 300 تا عدد 1000 که 1000 میشه 1000, 1000. به همین راحتی. بخش سوم 3 les lettres. lettres یعنی حروف الفبا. اینجا خیلی خلاصه گفته حروف الفبا رو. من برای همین توی فایل ورد حروف الفبا رو جداگانه نوشتم که بهتر یاد بگیریم. خب حروف الفبا یا فرانسه کاملا مشابه انگلیسی هستش، منتها متفاوت تلفظ میشه. حروف شامل چی هستش؟ ا مثل ابیون. ابیون انش نزله، یعنی توی بینی تلفظ میشه، مثل عدد ا که عدد 1 بود که انش نزل بود. ب مثل بالون. بالون. بالون انش نزله، توی بینی تلفظ میشه. اویون به معنی هواپیما، بالون به معنی توپ هستش. س مثل کادو. کادو همون کادو. د مثل دراپو. دراپو یعنی پرچم. او مثل اتوال. اتوال. اتوال ستاره. اف مثل فلوغ. فلوغ یعنی گل. ژ مثل ژیراف. ژیراف. ژیراف زرافه. اش مثل ایبو. ایبو. ایبو یعنی جغد. ای مثل ایگلو. ایگلو. ایگلو یعنی اون خونه هایی که اسکیموها میسازن، خونه های برفی کوچولویی که اسکیموها میسازن. ژی مثل ژوپ. ژوپ یعنی دامن کوتاه. ک مثل کوالا. کوالا همون کوالا. ال مثل لون. لون یعنی ماه. ام مثل مزون. مزون باز انش نزله، توی بینی تلفظ میشه. مزون یعنی خونه. ان مثل نی. نی دیش تلفظ نمیشه، نی به معنی آشیانه است، لونه آشیانه. او مثل اورانژ. اورانژ پرتقال. پ مثل پام. پام. پام یعنی سیب. ک مثل همون ک. ک. ک یعنی دم ماهی. اغ مثل رادیو. رادیو. ر ما توی زبان فرانسه نداریم، یعنی این چیزی که توی انگلیسی ما بهش میگیم آر، توی زبان فرانسه بهش میگن اغ. اغ مثل رادیو. اس مثل سولی. سولی. سولی یعنی خورشید، الاخرش تلفظ نمیشه. ت مثل تیگر. تیگر. تیگر یعنی ببر. او مثل اوزین. اوزین. اوزین یعنی کارخونه. و مثل ولیز. ولیز. ولیز یعنی چمدون. دوبلوه. دوبلوه مثل وگون. وگون یعنی واگن.
X مثل زیلوفون. زیلوفون همون ساز بلزه. ایگرگ مثل یویو. یویو همون اسباب بازی یویو. و در آخر زد مثل زبغ یعنی گورخر. بریم سراغ کتاب. نوشته اوو اپول وتخو نوم. اوو یعنی نوبت شماست. اپول وتخو نوم یعنی اسمتون رو هجی کنید. نوم یعنی اسم. یه سری عباراتی اینجا یاد داده که ما سر کلاس میتونیم از این عبارات استفاده کنیم. اوایلش که خیلی ترکیب بندی بلد نیستیم، معنی کلمات رو نمیدونیم، میتونیم اینا رو حفظ کنیم و ازشون استفاده کنیم. اولیش هست comment vous vous appelez یعنی شما چی نامیده میشید. وقتی از یه نفری میخوایم اسمش رو بپرسیم میتونیم بپرسیم comment vous appelez که جواب داده مکسیم ژوبرت. و سوال بعدی گفته vous pouvez appeler s'il vous plaît یعنی میتونید هجی کنید لطفاً. s'il vous plaît یعنی لطفاً. گفته وی و بعد هجیش کرده. وی یعنی بله. پس اینها رو میتونیم حفظ کنیم فعلا و ازش استفاده کنیم. اون پایین توی باکس زرد گفته لفراز اوتیل یعنی عبارات کاربردی، عباراتی که میتونیم حفظش کنیم فعلا. گفته je ne comprends pas من نمیفهمم. مثلا سر کلاس یه چیزی رو متوجه نشدید میتونید بگید je ne comprends pas من متوجه نمیشم، من نمیفهمم. vous pouvez répéter s'il vous plaît شما میتونید لطفاً تکرار کنید. s'il vous plaît یعنی لطفاً. و در آخر vous pouvez appeler میتونید لطفاً هجی کنید. این درس 0 بود. حالا ما میخوایم یاد بگیریم که حروف الفبا در کنار همدیگه که قرار میگیرن چه صدایی میتونن داشته باشن. سه توی زبان فرانسه به دو حالت خونده میشه. اگر سه همراه با او، ا و اغ اومده باشه که خونده میشه؟ مثل کادو، مثل کریون. کادو یعنی کادو، کریون یعنی مداد شمعی. حالا همین سه اگر با او، ای و ایگرگ بیاد سه خونده میشه. مثل لیسه، مثل سیترون، مثل سینی. لیسه یعنی دبیرستان، سیترون یعنی لیمو و سینی یعنی پرنده قو. یه سه دیگه توی زبان فرانسه داریم که پایینش یه علامت کوچولو داره که بهش میگن سه سدی. مثل کلمه فرانسه که سه سدی همیشه سه خونده میشه. فرانسه. سه با اش که بیاد صدای ش میده. برخلاف زبان انگلیسی که صدای چ میده، توی زبان فرانسه صدای ش میده. مثل ش یعنی گربه. تی آخرش تلفظ نمیشه. او، این ای که توی زبان انگلیسی ما داریم توی زبان فرانسه او تلفظ میشه. مثل جو، مثل سو. جو یعنی من، سو یعنی این. یه سری علامت ما داریم توی زبان فرانسه که اسم داره، اسامی خاصی دارن. به این علامت کوچولویی که بالای او قرار میگیره میگن اکسون تگو که وقتی این شکلی باشه یعنی به سمت راست خمیده باشه صدای ا میده. مثل اته یعنی تابستان. اگر به این شکل باشه یعنی به سمت چپ باشه بهش میگن اکسون گراو. باز هم صدای ا میده. مثل تخ یعنی خیلی زیاد. و اگر این شکلی باشه مثل 8 باشه بهش میگن اکسون سیرکونفلکس. باز هم صدای ا میده. مثل تت
تت یعنی سر. حالا اصلا برای چی این علامات رو میذارم؟ به خاطر اینکه اینا اگر نباشن کلمه ما میتونه یه معنی دیگه پیدا کنه. پس اینا رو میذارم برای اینکه کلمه متفاوت بشه و معنی دیگه پیدا کنه. حالا ژ اگر با ا، او و او بیاد صدای گ میده، مثل گوری. گوری الاخرش تلفظ نمیشه یعنی گوریل، مثل گری. گری گری یعنی خاکستری، اس آخرش تلفظ نمیشه. اگر ژ همراه با او، ایگرگ و ای بیاد صدای ژ میده، مثل ژیرف، مثل اژ. ژیرف یعنی زرافه و اژ یعنی سن. اش توی زبان فرانسه نوشته میشه اما خونده نمیشه، مثل ایبو. ایبو رو جلوتر گفتیم یعنی جغد، مثل اوم یعنی مرد. و در نهایت اس اگر بین دو تا حرف صدادار قرار بگیره صدای ز میده. حرف صدادار مثل چی؟ مثل ا، او، ای، او. اگر بین این دو تا حرف قرار بگیره صدای ز میده، مثل سزون یعنی فصل. حالا اگر دو تا اس کنار هم دیگه بیاد صدای س میده، مثل اسیت یعنی بشقاب. و در نهایت ما اگر ژ و ان داشته باشیم اینا کنار هم دیگه بیاد صدای نی میده، مثل مینیون. ان آخرش نزله توی بینی تلفظ میشه، مینیون یعنی با نمک، مثل آنیون یعنی پیاز. توی زبان انگلیسی هم آنیون یعنی پیاز، ولی توی زبان فرانسه متفاوت نوشته میشه و یک کم هم متفاوت تلفظ میشه، آنیون. مثل آنیس اسم دختره. و در نهایت مثل سینی یعنی پرنده قو. پس ژ و ان پشت سر هم بیاد صدای نی میده. درس امروز به پایان رسید. خیلی متشکرم که ویدیوی من رو تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی و درس بعدی، خدا نگهدار.